سوال اول. چه چیزی بدون اینکه حرکت کنه سفر میکنه؟ صدا. سوال دوم. چه چیزی هر روز بزرگتر میشه ولی وزن نداره؟ سن. سوال سوم. چه چیزی همیشه جلوته ولی نمیتونی بهش برسی؟ آینده. سوال چهارم. چه چیزی همیشه در حال شکستن است ولی هرگز نمیافتد؟ روز. اگه تا اینجا برات مفید بوده یه لایک بزن. بریم سراغ سوال بعدی. سوال پنجم. چه کسی اولین ایمان آورنده به پیامبر از میان مردان بود؟ این سوال رو شما جواب بدهید. سوال ششم. چی بیشتر میکنی ولی کمتر میشه؟ زمان.